کلاس زبان بالاخره میشه آلمانی یاد گرفت؟ یه بیخیالش بشم. Heute möchte ich darüber sprechen, ob man Deutsch auch ohne einen Deutschkurs lernen kann oder nicht. سلام زیبا کلام. همین اول کاری بدون که وقتتو بگیرم باید بگم که میشه ایزم. معلومه که میشه. چرا نشه؟ من دقیق یادمه وقتی که 18 سالم بود میگفتن یه سری رشته‌ها رو دیگه نمیشه بدون دانشگاه رفتن و کلاس رفتن یاد گرفت. رشته‌هایی که کلا تو فاز پزشکی و مدیسین بودن یا با سلامت مردم کار داشتن و میگفتن نه نمیشه یاد گرفت. ولی تو حتی همین الان بری از دانشجوهای همین رشته هم بپرسی میگن ما تو دانشگاه چیزی یاد نگرفتیم. ما بیشتر تایم خودمون تو خونه نشستیم کتابا رو خوندیم. بیشتر تایم تو یوتیوب نشستیم یاد گرفتیم. مقاله ها رو خوندیم. فقط یه باگی داره. تمام کسایی که یه چیزی رو شروع کردن یه بار یاد بگیرن از روی اینترنت سریع متوجه این باگ میشن و خسته میشن. اونم اینه که یه دنیا اطلاعات و ویدیو اون بیرونه. یعنی تو هر تاپیکی رو سرچ بکنی 1000 تا ویدیو میاره. تو نمیدونی از کجا باید شروع بکنی. یعنی تو ممکنه رو تاپیک الفبای آلمانی 5000 تا ویدیو پیدا بکنی. خب نمیشه همش رو ببینی که یه دونش طبیعتاً بسته. ولی وقتی کلاس میری یه مسیر مشخصی داری. هر هفته تاپیکات مشخصه، یه برنامه 3 ماهه، 6 ماهه، 4 ماهه داری. دقیق میدونی چی رو باید بخونی. که خیلی راحت همین الان میتونی بری به چت جی پی تی بگی بهت یه برنامه روزانه، ماهانه، سالانه، 6 ماهه، 4 ماهه بده و لیست چیزایی که باید یاد بگیری و به ترتیب ازش بپرسی و ازش بخوای به ترتیب بده. که اول قرار گرامر بخونی، کدوم گرامر رو بخونی، اول لغت یاد بگیری، چقدر لغت یاد بگیری، همه رو میتونی ازش بپرسی و خیلی راحت تک تک تاپیکا رو تو یوتیوب سرچ بکنی و دونه دونه یاد بگیری. اگه دلت میخواد یه ویدیوی کامل بسازم و این ترتیب یاد گرفتن رو برات همه‌شو توضیح بدم که بدونی چیکار بکنی و ساختارش چیه، بهم بگو حتما درست میکنم اگه بخوای. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدی. اگه از ویدیو خوشت اومد یادت نره لایک و سابسکرایب و بقیه چیزا. مرسی.